سردار چی شد؟ دکتر نمرده است. یاری تجلی را جزن زودتر. اینا سردار. اگر محو شدنم رو دانم هم به مرگ تو راضی نمیشه و میگید. آخر او قصدی کشتنی مرا داشت. اما چرا دختر را کشت؟ اینجا چی اسراری است نفهمیدم. این دختر به کجا رفته باشد؟ گویا که زمین کفیده او را به خود فرو برده باشد. اگر به جهنم گرفته باشه تو را یافته از آنجا میبرارم. برای چی مرا نپراندی؟ برای چی محض دکتر را پراندی؟ همش را یک یک به من میفهمانی. سردار محمود ترک و محمد اباش را تسلیم کردیم. حال دکتر وزین است. فهمم. آنها را در حال به مرکز ببرید. فهمیدید؟ کو ببینیم برای ما چه گفتنی های دارند. زودتر جمع کنید میرویم. اطاعت سردار. زودتر. جانم رو با یک عذاب نجات دادیم. این جانی تو چه جان بوده است؟ همیشه در عذاب است. یگان کار ناکرده در عذاب است. عیناً مثل گفته شما. من از فرصت استفاده برده گفتم که مرگ من به پیکس لازم نیست. زنده بودنم لازم است. من باید از اینجا روم. یعنی که گریختی؟ نه عالی جناب، یعنی برای حرمتی کردن شما از آنجا رفتم. میلش در هر کار بهانه ای تو تیار است. لب را دراز نکن، به خانه نو بیا. سراغ را میدانی. اطاعت عالی جنابم. چی کار میکنی؟ شما هم اینجا بوده جناب؟ خواستم که برادران را یک نظارت کنم. عملیات چخل گذشت؟ محمود ترک و مهمیت افشار را بچه ها با مرکز میبرند. بسیار خوب. دکتر چی؟ دکتر زخمی است جناب اگر به شما گویم که اوراکی پران شاید با من باور نمیکنید. مراق میکند. کی بوده است تو؟ همان دختری که لیلا نام دارد. او میتوانست مرا کشد اما دکتر را پراند. خدایا توبه.
من هیچ رو نفهمیدم جناب. مرا یک طرف گذاشتم ماست دکتر را پراند. جناب به فکر شما وای چرا این طور کرد؟ شاید بین آنها یگان جنجال شده باشد و او این را فرصت دانسته برای نیست کردن دشمنیشان او را پرانده باشد. فهمیدم اما او میتوانست در آنجا مرا نیز مثل کپ شکار کند. آخر جان من تماما در خطر بود. گیگیت آیا من فال بینم؟ جواب این سوال را وقتی لیلا را دستگیر کردی بعد میفهمیم. اگر بار دیگر این زن را دستگیر کنم اولین سوالم همین خواهد بود: چرا مرا نپراندی؟ برای چی مرا و محض دکتر را پراندی؟ حالا کاری که باید کنیم بسیار است. با من بیا. نخود تو رو پرونم یکیت. کاش میدونستی که برایت جانم رو دریغ نمیدارم. خدایا پیکاس میدونی از هر طرف تیرباران شد. آن وقت کلاهم رو گم کردم. مرا گوش کن کایامینیکس. هنگ هستی خرسنگ هستی فرق ندارد. باز یگان کاری حرامت را سر نکنی. هرگز علی جناب. چی خیلی حرام؟ حرامی گفتگیتون مثل دیگر شخص ها می باشد. من یک شخصی ناچیز یک نفر عادی می باشم. اگر مثل گفته شما می بودم کلاهم را گم می کردم. شما خوب می دانید که من به کلاه زندگی کردم. کایامینیک دفتری پیشینت پر از گناه است. یگانه شخصی شبهناک تو هستی. یک بار خطا کردم گفته شبهناک نشمارید مرا. این سخنانتون را شیطان شمال داده از دهانتون نیست کند. وقتی که تو هستی حاجت به شیطان نیست. مرا دیوانه نکن. مکان دادستان را با آنها جادوگرها البته نگفتن. اگر آن شیطان تو نباشی پس این خائن کیست؟ آنهایی که به آنجا حمله کردن چرا میدانن؟ از عملیات بزرگمان با خبر هستن. آن چیزی که میدانید گپ زنید. نباشد همه را گپ زن. کایامینیک عملیات بزرگ را تو نابود کردنی هستی. هرگز پیکاس جان برادر، این چه خیل سخن است؟ من غلام شمایم، خدمتگار شمایم. این عملیات برای حیات من مهم است. پس چه خیل من آن را نابود کنم؟ من برعکس در این عملیات به شما یاری میدیم پیکاس جان. پس وی کیست؟ از که این کاری سود را آموخت؟ تلفن زنگ میزنن. جواب دهم؟ کنی جواب ده کی بوده است؟ جواب ده. لبی الو. من لیلا باید حتما بخوریم. بگوید حالا در کجا هستید؟ لیلا در کجا بودنم را میپرسد. گپ زنم. میلش سراغه را گوی. لیلا جان ما در آفیسی پیکاس میباشیم. در کجا واقع است؟ در علمدک. فهمم، آنجا را میدونم. حاضر میآیم. در درونمان یک خائن است. او را در حال یافته برآوردن لازم. عجبا این خائن لیلا باشد. هرگز علی جناب باوری من به لیلا پور است. دمد را گیر کایامینیک. تمام. اینیک من خائنی میکنم اما اون نمیکنم.
اکه این آدمون بسیار هم ورزش کلان دارنده. شاید. گوش کنید. ما جنگ برادری را نمیخواهیم. شما به ما معلومات بدید. ما باشیم با شما یاری میرسانیم. بیایید همه یک جا پیش راه این خونریزی را بگیریم. بله، خوش آمدید با بلبل خانه. سرکمیسر آزادی شما رو میخواهد. رفیق خان کو شما زودتر برایید از اینجا. برایید. ها اکا گپ زدنمون در کار. من اول باید اینها رو با گپ درارم کو تو هم برو. مایلش یک برگوش کنه. خیری با تو گفتم که با بیرون برو. خیری زودتر. همین طور رفیقان. تا حال کسی را ندیدم که به اینجا آمده باشد و سخن ناگفته رفته باشد. برای همین هم شما را به گپ ندار آورده سر نمیدهم. کو اکنون گپ زنید. همراه پیکس چه غرضهای ناپاکی دارید؟ برای چه خدمتی را میکنید ها؟ برای چه؟ گپ زنید بگم. جناب رئیس محترم، این آدم ها برای چه کوشش کردن که تو را به دار آویزند؟ آیا تو را هم به صف شخصانی که مردهشان از زنده بودنشان بهتر است شامل کردنی بودند؟ پیکس یک عملیات بزرگی را به نقشه گرفته است. کو بگوی آن چی نقشه است؟ آن چی نقشه است؟ او کجا شد؟ حاضر می آید. با گمانم در اولی کار همه را برباد دادید. تو با ما مسخره بازی میکنی؟ برعکس در آغاز کار افتاده نشوید گفته را بلند میکنم. این چی کار است این خیل؟ تو کیستی ای دختر؟ کیستی؟ اوایی ما گلکی بودنم رو که مینی با شما آره جناب لیلا. تو کاردار نشم منی کیا ما را تو خبر کشی کردی ها؟ من جانم رو با یک عذاب نجات دادم. شما چی گفتنتان رو میدانید؟ با من افسانه نقل نکن ها؟ راستش را بگو. یگید عملیات بزرگ را میداند؟ چیزی رو که نمیدانم نمیگویم. گبرا نگریزان. لیستید مرا کشتن میخواهید؟ خواستی من هم این است. در اینجا گلویت را زیر کرده میکشم. جناب با دقت باشید. تو هیلگر مرا به گپ گرفته کارت را برآوردن میخواستی. در دستت بوده را پرتا گفتم. پرتا. گفتن رئیس چرا خاموشی؟ گفتن ها؟ تو حالم جانبداری آنهایی هستی که تو را آویختن میخواستند. حیاتم را نجات دادی. تشکر. به من تشکر نگوی. معلومات به من معلومات سیری نقشه را بگو. اگر دانت هم سخن نمی کند این آدم ها در سخن در اصل پیروی دعوا می باشند. این باشد. از تو میپرسم برای چی این آدم را آویختنی بوده ده؟ برای چی؟ در حقیقت طرفدار صلح بودم. برای همین خواستم آویزان کنند. گپ نزن. خواینگری نکن. بس است. از سخنهای خونین شما بیزار شدم. از عملیات هایی که جان انسان ها رو میگیرم بیزار شدم. تو آدمی روزگار دیده هستی؟ چی بودن این قضیه را نفسر میدانی؟ آیا این آدم ها غلام های ارکین کاندو نیستند مگر؟ آیا این آشکار نیست؟ البته. تو بگو عملیات بزرگ پیکر چی است؟ بگو. گپ زن بگویم. گپ زن. تو زودتری با چی میخوایی؟ آقای مظهر جیغ میزند. به تو گفتم سلاح را پرتا. نمیشونوی.
کجا گفتم؟ دختر جان سلاحت رو پرتو. باز یکان ناخوشی روی ندید. پرتو. این سلاح نیست. تلفن است و در درونش نوار شخصی که از دنبالش هستید. مرحمت گیرید. انا آن خائنی که یگیت را به نزمان آورده است. با چشم خودتون ببینید. وای وای، دختر را بینید. چه خیلی خودش را پنهان کرده است. حالا او در کجاست؟ در کجاست؟ وقتی که به یگیت معلومات میداد از سرش پروندم. مرد لعنتی. آفرین دختری من. دیدی پیکاز؟ به فایده از لیلا گمان بر شدی. پیکاز من یلچین. گبزن و هرگز خبری بد نگوی. فهمیدی؟ متاسفانه خبرهای خوب نیست. کاری روی خط نشد. چه خیل نشد؟ تو چی گفتند را خودت میفهمی؟ من از دستم آمده این کارو کردم، اما وزیر تغییرات آخرین رو قبول نکردم. لعنت به تو، لعنت به تو. چرا اینقدر لعنت میگوی پیکاز؟ برای چی خشمگین شدی؟ درا این کیست جناب؟ منشی گنرال یلچین اوسلو. پیکاز او را به هدف گرفته است. خیری فلشکه رمزدار را کشف کرده کشاد. از داخلش نوارهای ناخوب این شخص برآمد. وای 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 وای. یعنی که پیکاز بر ضد این آدم دسیسه میکند. پیکاسی رزیل از این چی میخواسته باشد؟ با تو چه بودنی وظیفه یلچین اوسلو را در انقره گویم؟ خدا در حال همه‌اش را میفهمی. خیر جناب، وظیفه آقای یلچین از چی عبارت بوده است؟ وظیفه این آدم انتخاب محافظان شخصی در جزیره بوده است. یعنی عملیات بزرگ این سوءقصد علیه شخصی در جزیره مسکون بوده می باشد. چی یگون کار کردن نمیتوانی؟ بعد از این کار پذیر می شود. چرا این کام پذیر بوده است؟ نمیفهمی. از ما شبه میکنند. سلام میدهند. عملیات زیر خطر می شود. اگر عملیات زیر خطر ماند تو هم از آن خطر خلاص نمیشوی. پیکاز چی بود از عملیات زیر خطر میگذاشتگی پیکاز؟ مسئله روی خط نمیشود. ایوا پس چی کار میکنیم؟ به نقشه ب میگذاریم. نشود به نقشه و میگذاریم. اگر نشود به نقشه گ، اما این کار باید حل شود. برامید بیردن تو با من نیست. خوب شد از جناب. یک چند جای تلفن کردن لازم است. مرحمت آقای سلمی، نوش جان شود. تشکر. سلامت باش. سلامت باش. سلامت باش. این آدم چویش رو نوشد بعد میبینم. اگر بنده خطا نکند بلا راهش را نمییابد. سالهای دراز در زبانم داغ میزد. حالا باشد این حقیقت را به سر میبرم. خدایا در کجا خطا کردم که اینها به سرم آمد؟ زنم مرد، من حبس شدم،
فرزندهایم پریشان شدند. تو ظلم نمی کنی خدایا، با تمام هستیم باوری دارم. اما من ضعیف و عاجزم. با بالهای پروانه بودم، کوههای وزین را کشانیده نمی توانم. و من قوه صبر کردن را عطا کن. قوه صبر ده، التجا می کنم. من پروانه دارم، سرم را ویران نمی کنم. ولی همین خیلی اکنون خودم را باید به دست گیرم. تشکر. نقشه باشد این است. به جای یکی از پاسبان‌های به جزیره میرفتگی میگذری. اگر بگونه بودم را فهمند چی میشود؟ حیران نشو، نمیفهمند. تو را خوب پنهان میکنیم. چه خیر؟ یکی از قد و قامت و وزن پاسبان‌ها به تو مانندی میکند. یک طبیب عالی تو را مثل او میکند. آنها یکی از بهترین حبسخانه‌های دنیا میباشد. با یک جراحی ساده و تغییر دادن سر و لباسم چگونه به درون میدرویم؟ پاسبان‌ها وقتی که به جزیره می‌دارند با ایزی انگوش و نوری چشمشان می‌دارند. نسخه ایزی انگوش و بینش همان آدم را به تو مانند می‌کنیم. تو باشی با آسانی می‌توانی به جزیره درایی. جناب، یک بار دیگر من با ذکاوت عقل شما قایل شدم. کارهای خرد را از چشم نگریزاندید. نقشه بی نقصان عاقبتش موفق است. فراموش نکن. شیطان نفهمد. شیطان گفته؟ با او شناسی خوبم. میگویند که گپی آدم خوب را گویی می آید. با گپ قریب بوده ای کیامینیک. حالا این شیطان در بالای چی می آید؟ بیردنی مرا مثل همین شخصی دیداد میکنی، فهمیدی؟ یک چرخ زنید کنی؟ باز به دیگر طرف. شد. راستی گپ بیردن حالا زن ندارد، اما او را یک کاری کن که زنش حتی نفهمد. شما نگران نباشید، عیناً مثل او میکند. او را عالمان فکر میکنند که او را برای نسخه گیری کردند. این کارخواه این خیلی آن خیلی باید کرده شود. شخصی در جزیره بوده حتما میمورد. بله، بعد از این عملیات زد خورد ترکا و کرتا به آخر نمیرسد و از این دیده فکری بدتری نمیشود. یعنی عملیات بزرگشون همین بوده است. این رو در حال با آقای مظهر گفتنم لازم. در آنجا کیست؟ کیست در اینجا؟ من نظارت میکنم.
کنیست مرا سرده در دستت بود رو پرتا سگ بچه مرا قصد کشتن کردی ها؟ سلامت باش برادر سلامت باش با دقت باش برادر کسی نیست جناب بیاید دوام دیم از پی کار زودتر شوید معلوم که حالا هم از کشتن سیر نشده ای انا گیر جزایت را با شما نگفتم که با من سر و کار نگیرد نگفتم که سر و کار نگیرد جزایت را گرفتی سزایت را گرفتی ها آرام شو وای 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 آیا با شما معقول شد؟ جناب آیا با شما نگفته بودم عیناً مثل اولینش می شود بسیار خوب شده است تشکر زیاد با اجازت شما گوش کن این را با انگشتت می اندازی این ایزی حقیقی پاسبان است عالی جناب شده است این لنزه ها را نیز به چشمت می اندازی نسخه اساسی پاسبان است شیطان حالا افسوس خورده ایستاده است پیکاس برای چی؟ من اینقدر با استعداد نیستم گفته در این خیل مسئله ها یگان کس دستاوریزی تو نمی شود کیامینیک بر من لطف میکنید تو همیشه شیطان پیش میگذری تشکر عالی جناب با فکرم که مثل تو بر اینها را آنقدر اهمیت نمیدهند این حجت را گیر در اینجا معلومات آید همان شخصی که رول او رو میبازی هست از تیم مخلصیت میکرده سرکرده تا خوراک دوست داشتنش را همش را از یاد کن آنجا همه یکدیگر را بسیار خوب میشناسند برای همین درست را خوب تیار کن مایلش پس با افیس پاسبان اساسی چی میشود؟ آرزو با آدمهاش کاری او را حال کردن تو چی فکر میکنی؟ آیا ما ایزی انگوش و معلومات های او را از کجا گرفتیم؟ بسیار خوب بسیار خوب بسیار خوب رنگ های بدنم آب می شود آیا تصور میکنم اگر این سوی قصد عملی شود یا وقتا با او گل داده او را با آسمان هفتم برآوردی کیامینیگ ها خودنمایشی میکردی میبینم که حالا بسیار خوشحال هستی برای من شخصیت ها مهم نیست این دعوای عزیزمان منفیت های بزرگی دارد این عملیات باشد در حبسخانه با امنیت ترین ترکیه یک شخص را کشته اعتبار ترکیه را در عرصه جهانی صفر می کند همین خیل با اتحاد اروپاییشون خیالاتی پیوست شوی دوام دارد بعد چی؟ بعد اینکه با یک سن نقشه مرگ یک پرنده می شود باز هم مثلا همکاری با شمال عراق بعد می شود آنها باشند دیگر با ترکیه سر یک میز نمی شیرند مسئله های حلی مشکلات های کردها هرگز دیگر استفاده برده نمی شود باز چی؟ شخصی در جزیره بوده این دنیا را که پدرود گفت چشم ده ها نفر بالای وظیفه او می باشد البته که 10 نفر خارجیان کمک میکنن کمک کرده
همه آنها برای به دست آوردن وظیفه جنگ را آغاز میکنند. کوها پر از خون میشوند. چه خوبه؟ فهمان ذوق دست شده ایستاده است. کجا باشند بعد از وفاتی در جزیره بوده اعتباری که گم کرده بودند با کمک بین المللی از سری نو برقرار کردن میخواهند. در عرصه جهانی میگویند که شخصی که به قتل رسانیده صلح‌خواه بوده مجادله او نیز علیه دولت ترکیه حق بود. همین خیلی همه بر خاک یکسان میشود. بله آقای مظهر عملیات بزرگ رو فهمیدم. با شخصی در جزیره بوده سوی قصد تشکیل کردنی‌اند. آیدی سوی قصد همه چیز را فهمیدیم. خوشبختانه آنها نمیدونن که تو آدمی مایی. نباری رو که تیار کردم کارم رو خیلی آسان نمود. بعد گپ میزنیم خاموش کردنم لازم. مایلش با دقت باش. جنابان، ما اکنون سری آن عملیات بزرگ و رزیلانه را میدانیم. این نقشه ناپاک سوی قصد علیه شخص مسکون جزیره بوده است. مقصد نقشه آنها در ایامی که صدای صلح بالا شده ایستاده است از کودکی که هوا را سر کرده تا بینان نفرت را پیدا کردن است. این کارتان خائنی است، این جاهلی است. آیا شما فکر نمی کنید که اولین ضرر کودها می شود؟ این که حرکتی به افغانه تو هستی؟ جنابان بس کنید جنابان. این شخص این کاری کردهتان رسما قاتلی است. آرام باشد جنابان، آرام. آقای مظهر شما را دیدن میخواهد. بله، تو در اینجا است. آنها را نگاه کن. بیا. مرا جغ زدید جناب. بیا بشین. شما دیدید آقای مظهر چه خیلی با یکدیگر پرخاش کردند. اگر در جزیره آن شخص میمرد پس فکر کن که چه حادثه ها رخ میداد. آن وقت کشمکشی ها خیلی زیاد می شود. بسیار کشمکش های ناجور می شود. شخصی در جزیره بوده مراد نه تنها دولت ما بلکه دولت های میان زمین هم با یک دیگر زد و خورد می کنند. خود کارتا با آنجا رسد جناب. برای همین بیا از اول سر کنیم. تسلیم کردن شخصی در جزیره بوده به ترکیه این یک حیله و نیرنگ بود. چه خیلی حیله و نیرنگ آقای مظهر؟ نفرانی که او را تسلیم دادند میدانستند که در حقیقت خلق کرد پشتیبان او می باشد و دادستان باشد. طبق قانونها غیر از بدار آویختن دیگر چاره ندارد. بدار آویخته کشتن او کردهای آسایشته را نیز به عصیان میخیزاند. عیناً مثل گفته‌ات می باشد. اما چیزی شد که او را بدار نکشیدند. برای همین نفرانی که این نقشه را کشیده بودند نقشه کشیدهشان برباد شد. در عرفه قدم های نو به سوی دموکراسی و قبول سرقانون نو این نقشه سویقس از همه بیشتر به نفع قوه‌های خارجی می شود. انا محض سبب همین است که مسئله بهبودی کردها و گروه تروریستان را از هم جدا می کند. بله. در وقتی چاره ها را جستن شخصی در جزیره بوده نباید مرد. البته نمیخواستم این تا فکر کنم لیکن خدای نخواسته فرض کردم که کامیاب نشدیم. پس به تو میگویم میدونی چی میشود. بیا. در حدیث اومده که بخیرترین شما کسی است که قرآن را به مردم می آموزاند. بار اول در تاجیکستان در مرکز پرودوسری همصدا طرز ویدیویی قرآن کریم، متن اصل و ترجمه معنی های آن در قرائت امامان کعبه عبدالرحمن از سدیس و ابراهیم از سریم تهیه گردید. در فیته مذکور
اولین بار در برابر قرائت 30 جزء 114 سوره قرآن کریم متن اصل با ترجمه پوره مصحف با زبان تاجیکی آورده می شود و جزء و نام سوره قرائت شونده نیز با حروفات کیریلی زبان تاجیکی نوشته شده با منظره های مفتون کننده کشورمان زینت داده شده است. این مصحف شریف هدیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بخشیده به 20مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به مردم عزیز کشورمان است. برای اثر نو برقرار و احیا گردیدن ارکین کندو باید نقشه کشتن شخصی در جزیره بوده عملی شود. این قدم نخستین آنها می باشد. مثلا احتمال اولین حمله ها در هکاری و یوکسیکو آغاز می گردد. بعد از آن در شیرنک، جزیره و دیاربکیر می شود. کار نیمکاله گروه تروریستان که سال 1993 باید پرچم خودشان را در نزد بنای حکومت شیرنک می زدند، این مراتبه کش می کنند که آن عمل را در هکاری، شیرنک، دیاربکیر و بتمن انجام دهند. در شبکه های مثل BBC، CNN اعلان می کنند که ما از ترکیه آزاد شده دولت مستقل شدیم. نخواد نهایت کار تا به این درجه باشد. مگر این قدر آسان است؟ البته که نه، اما یک بار کوشش میکنند. در ولایت های شرق باشد همه در تلویزیون ها داد و فریاد میزنند که کسی که جدا شدن میخواهد جدا شود. و یاد بیار در حادثه سال 1993 در لیچه و جزیره با زم مقاومت شدید پلیس کوچه های و خیابان ها به خون مبدل گشت. بوی خون تا به ارزروم، اگدیر، یزگرد، مرسین، ادانه و حتی تا به استانبول نزدیک شده بود. در شبکه های BBC و CNN خبرهای دروغ را در تمام دنیا پخش کردند که کردها و ترکها یکدیگر را میکشند. جناب، سازمان ملل متحد که پیوسته در غم بشریت می باشد شاید چون میان رو دخالت کند. بشریت به پا خیستند که در ترکیه یک ملت را زیر شکنجه قرار می دهند. از کانادا تا به ژاپن در صحیفه های اول روزنامه ها عکس های کردهایی که از طرف ترک ها کشته شدند به چاپ می دهند. وای خدایا، وای وای وای. نیرنگ را بینیده؟ و در این حالت ارکین کندو شیرک شده همه را زیر دست می گیرد. پس این معنای تیاری و تبدلات را دارد و تبدلات در حال به میدان می آید. سود عالی در سود فعالیت های خود را آغاز می کنند. نقشه 2011 در یه اسیاده. وقتی که این حادثه ها در ترکیه به عمل می آید، سروری انجمن جهانی در قصرهای شتلندیا در کنار کولی کاما شاهانه شامپان را کشاده نقشه های نوی ترکیه را حساب کرده و استقبال ظفر نوبتی را با شامپان های کشاده به قید می گیرند. انشاءالله می بینیم آن شامپان ها در کجا و چگونه کشاده می شود. دو چیز را بعد شروع کردن نظارت کرده می شود ولی پیشگیری کرده نمی شود. آتش و جنگ را، اینها را سر کردن آسان است، اما کی و چگونه پیشگیری می کنی؟ این نکته است که شخصان ماجراجوی این را نمی بینند. با کی بازی می کنند؟ با چی مشغول می شوند؟ متاسفانه این را نمی بینند. پس در یک مرحله وزین و تقدیر ساز قرار داریم. بله، بسیار هم وزنین. یکی برای همین نقشه این آدم ها مثل سنگ دمینو تاثیر می رسونند. بله. وظیفه ما باشد پیش از شروع شدن نقشه های آنها کار را تمام کردن لازم است. پس برای چی نشستیم آقای مسعود؟ با گپ زدن نمی شود. در حال عمل کردن لازم است. حتما حرکت میکنیم، اما اول باید با سرداران دولت واخوردن لازم. این مسئله ها را با آنها بررسی کردن در کار است. بله.
марҳамат гиред. Меҳмед Голҷук, Салҳиёлҷук, Семихёлмаз, چی گپ شد پیکس گپ زن؟ شما 6 نفر هستید. باید 7 نفر میشدید. بسیار خوب. شیرکی مرا فرق نکردند. همش خوب رفته ایستاده است. من هم دیدن میخوام. به طاقت نشو منیک. انا گیر تماشا کن. بیا. پاسبان اساسی در کجاست؟ در قفاست. شیرک من از اصلیش دیده زیباتر شده است. گفته بودم کو. در این دنیا یک تا پیکاس و یک تا مینیکایا هست. دویمش زیادی است. شیرک هم بردن هم باید یک تا باشد. ببخشید دیر کردم. حرکت کنید میروید. تشکر فهمیدیم. بیردن شیربچه وظیفهش را میکند و شخصی در جزیره بوده میمیرد. پس شما چیکار میکنید؟ همه فرمانهایتون یک به یک براه مونده میشود. سینون بمبه های 4 رو از عراق آورده است. در مدتی کوتاه به چایچی و آدمهایش تقسیم میکنیم. برادر چایچی با این بمبه ها همه رو زیر خون قرار میدهد. در شهرهای کلان مثل پختن جواری مکه بمبه میکفاند. پی در پی سوی قصها میشود. همش رو یک به یک به نقشه گرفتم پیکس. شما تنها مدد کنید با باقی کاردار نشوید. بعد از سوی قصدی کرده امان شخصانی که خورسندی میکنند شنوارهای قلبکی گرفته در بین کردها فتنه میندازیم. در طرف غرب ترک ها با کرد ها، در طرف شرق کرد ها با ترک ها دشمنی میکنند. ما باشیم تماشابین میشویم. در یک چند مکان بمب ترک کنیم و یک چند نفر رو کشیم. جنگ سر می شود. در شرق یک چند دهاتایی که طرفدار حکومت می باشند آنها را زیر بمب قرار دهیم. در بین خودشان جنگ سر می شود. یا اینکه در شرق در مراسم غم و غصه طرفداران گروه های تروریستی بمب ترکت جنگ برادر کش سر می شود. در گازیت و تیوی ها خبرهای جنگ سر شد. اکنون راهی بازگشت نیست. نشر میدهند. نگران نباشید. صحیفه های روزنامه ها را الکی پر کردم. اگر یک چند خبر جنگ برادرکشی نشر شود در حال سازمان ملل متحد در بین می درآید. کردهایی که طرفدار گروه های تروریستی می باشند در حال از سازمان ملل متحد یا از ناتو کمک طلب می کنند.
فاندهای بشردوستانه بین المللی و بیچاره های در جنگ بوده برای کمک کردن کمری همت میبندند. با یک چند نوارهای قلبکی مرده ها تمام دنیا را شاید به پا خیزانیم. بسیار خوب می شود، مثل اید می شود. در همه جای بمبه ها پک پک گفته می ترکند، مثل در لونا پارک به جای مرغابی شکار انسان ها می شود. از حاضر به هیجان آمدم. نباشد فیلم را آغاز میکنیم؟ خوب، این فیلم را چگونه به ما نمایش میدهی؟ ویدیو و میکروفون را به عینک شیربچن جای کردم. عملیات را ثانیه به ثانیه تماشا میکنیم. آیا در وقتی کفت و کپ کردن این چیزها نمایان نمیشود؟ نه، این چیزها را با تاریخ رنگین یا اینکه دیگر نورها دیده نمیشود. این گونه خصوصیت دارد، آنقدر خرد می باشد که حتی نمیفهمند که این کاری ما بود. اما فیلمت عالی جناب بود پیکاس، زیب اسکار دارد. من این گونه فیلم ها رو دوست میدارم پیکاس. بسیار خوب، ما باشیم لحظه به لحظه تماشا کرده از اینجا نظارت میکنیم. خیر، کنی فیلم رو سر کنید. من خبری شما را انتظارم. بیا میرویم. حالا چی کار میکنیم؟ یک نقشه بزرگی هست، باید آن را انجام دهیم. بیایید میرویم. بله محترم سروزیر، عملیات سوء در جزیره بوده را بررسی کردیم، راست برآمد. در حال برای پیشگیری کار آماده شوید. اگر این کار عملی شود برای وطن ضرر کلان می شود. مسار نگران نباشید جناب سروزیر، پیشگیری میکنیم، سعی میکنیم. کسی که در این کار راه بلدی میکند آن را هم فهمید. بگمونم که راه بلدی این کار شخصانی میباشند که کتاب را دزدیدند. میخوان که باز یک فتنه دیگر را تشکیل کنند. به جزیره زنگ زده آنها را آگاه کردید؟ خواستم که اول به شما خبر دهم. حاضر تلفن میکنم جناب. آقای مسار، همچون سروزیر این کشور به شما باوری کامل دارم. شما میدانید هرگاهی که فرصتی نابود کردن تروریستان را پیدا کنیم، یک گروه خردککی که دموکرات یاران نمیخواهند در همه کار خودشان را شریک میکنند. محترم سروزیر، آنها آن شخصی در جزیره ارضی وجود داشته را کشته حمله بزرگ کردنیند. وقتی که دولتمان یک شبکه به زبان کردی را تشکیل کرد، این یعنی نقشه تروریستانی در کوهستان بوده را دعوت کردن داشت. از این لحاظ آنها با سرعت قوه جمع کردنیند. همین طور در مقابل ما در زیر نقاب همین گروه های تروریستان باز گروه های خردی دیگر عمل می کنند. معلوم نیست که دستی کی در جیبی کیست. خطاهایی که در گذشته صادر شده بودند اصلاح شده ایستادند و این باشد آنها را ناراحت میکند. اکنون شخصی را که پرچم آنها را بالا میبرداشت قصد کشتن دارد. این نشانی آن است که زنده و یا مرده باید پول فایده بیند. محترم سروزیر، با کمک شما همه نقشه های این وحشیان ارکین کاندو را ویران خواهیم کرد. وطنمان یک مدت هم باشد قامتش را راست می کند. خداوند مددگارتان باشد آقای مسار. دولت پرقوت است، اساسش باشد دعا است. ما فانی می باشیم، امروز هستیم فردا نی. خداوند ملت ما را زوال ندهد. یک چیزی دیگر مسار، تنها به جزیره خبر دادن کافی نیست. در جزیره باید این باشه که کارها طبق نقشه هایت شود. اگر لازم شود از آدم های خودت یک دو کس را روان کن. از تو خواهش میکنم که در فکر این کار شوی. خواهش شما را همچون فرمان قبول میکنم محترم سروزیر. با تو باور میکنم شمایان قهرمانان این وطن هستید. شما فکر نکنید که خدمت شما فراموش می شود.
روزی می آید که این ملت شما را با نیکی یاد می کند. سلامت باشه جناب سروزیر. اکنون چیکار میکنیم جناب؟ من به جزیره زنگ زده آنها را آگاه میکنم. تو در حال تیاریت رو بین به جزیره میروی. اگر با آن شخص حادثه رخ دهد در این دولت غبغای فتنه اوج میگیرد. چه شد؟ چرا خاموشی؟ جناب من شاید در این کار موفق نشوم. یگان شخص دیگری نبود که حیات او را نجات دهیم جناب. این احساسات را از عقلت دور کن جناب یگیت. در وظیفه دولتی سوال نباید دهی، به اطاعتی هم نکن. این وظیفه را به دوشت گرفته میروی. اگر در این راه جانت را هم دهی باید روی وظیفت را اجرا میکنی. فهم آقای مسهر، ما این سبق را خوب میدانیم، نگران نباشید. میتونی روی. زود باشه میرویم. گذر قماندان گذر. رفیقان پاسبان آمدند. گذر. نزد شما روان میکنم. گذر. فهمو سردار. بیردن شیرکم، اگر مرا شنوی یک بار سلف زن. رفیقان قانون را میدونید. اولی جنگ تو را نظارت میکنید، بعد بنیشید چشم و نظر میگذارونید. مرا میشنوید؟ میتوانید سر کنید. این کار رو تمام کرده میتوانی بیردن. میتوانی گذاری. بیا. تشکر. تمام گذار. لطفاً یک بار دیگر تکرار کنید. بیردن آرام باش، به هیجان آمده خطا نکنی، فهمیدی؟ تمام گذار. انا همش اینقدر. تشکر. لبای از مرکزی مخصوص استخبارات زنگ میزنم. من جواد گرسل سردار پاسبان ها. مرا در حال با قماندان پیوست کنید. پاسبان هایی که نو آمدن آنها را نظارت میکند. بگو که برای یک کاری فوری زنگ میزنم. به نهایت فوری میباشد. التماس بگو که در حال به من زنگ زند. به نهایت فوری جناب. گپی گفتم رو بکن. خوب شده جناب، برسانم. واه چی شد؟ با کی خیزخوان کردی؟ هیچ چیز نه. قماندان ما کجا رفت؟ حاضر می آید. او را باید یابم. رویش کار خوب است شیرکم. آرام باش شیرکم، آرام باش. آیا یگون کاری فوری است؟ بیا با این طرف. آن همین اتاق. در حال زودتر.
چی کاری که میکنی نمیکنی کار حل میکنی. اگر در کار شود از اون دوسیت سلامت مایلش این حال کار خوب میرود. شیرکم یگان کس در نکرده است، بانگی خطر هم نمیداند. 30 میلیون فشار کنی در زیر پای افضال است. وقتش که اومد میگیری. مایلش کمتر پس به هوای تازه میبرد. همان وقت کارو تمام میکنی. حالا به جای خودت گذر. از من منتظری خبر شد. فهمیدم. آماده شوید، زودتر به جزیره می روید. مایلش تاخیر نکرده از پی کار می شویم جناب. انشاءالله که یگان نقصان پیدا نمی شود. اگر حادثه رخ دهد دیگر راه گریز نیست. حتی شاید تفریقه دازی سر شود. خدا نشانه دهد آقای مسر. نباید به این خائن هایی که وطن را دو تقسیم میکنند فرصت دهیم. برای یک پارچگی این وطن جانمان را دریغ نمی داریم جناب. آقای مسر، جان و روحی ما در راه این وطن فدا باد. شما نگران نباشید. و تاز چرا تو به پا خستی؟ ولی جناب گفتم که نخیز اما آقای مسر من هم میخوام با آنها روم. گفتم کو با این حالت نمی شود. تا خوبتر نشوی به یگان جای نمی روی. اجازت نمی دیم. نگران نباش وطاس، همش را ما میکنیم، احتیاج به تو هم نمیماند. او یگان کار نیست که من کنم. دعا کن. زودتر دیگر نیستید. تو به جایت رو. خوب شده است جناب. این کارو با موفق انجام میداد. به هر حال موفق می شود. مجبور است که موفق شود. پیکاس من باید روم. با کجا؟ با سینان واخوری دارم، بعد به خانه رفتم در کار. مایلش به هر حال خبرهای نیک را از تیوی میشنویم. تا بازدید. خیر، سلامت باشید. مرحمت برادر. تشکر. با خدا حیاتی ما را نجات دادی برادر. خدا از تو راضی باشد. خداوند از همه ما راضی باشد. و گمانم بسیار کس خرسند می شود. در اینجا یک خدا زده راهزن هست، از همه پول میگیرد. من گفتم که نمیدهم، بین هم پول ندارم، باشد هم نمیدهم. او باشد به طور مجبوری از من گرفتن خواست. آخر میدانی اینجا قانونهای خود را دارد. تو در اینجا برای چی هستی؟ من بیگناه هستم. در اینجا کسی را که پرسی میگوید که بیگناهم. کنی فهمان؟ تو با من کمک کردی، شاید یگان فایده از من مترسد. کمی بیش از یک بلا سخن کردی کو. و سر من هم همین خیل بلا آمد. پدری زنم برای فرزندهایم را از دست گرفتن چاه تیار کرد، تهمت کرد. دیگر کارها هرگاهی که به یادم میاد از پایم ویران می شود. یک دقیقه آیا تو اون پلیسی که در روزنامه ها نوشتن تو نیستی؟ نجمی یلمز. نجیب یلمز. یا توبه، آمدی کار را بین. باز چی شد؟ این پدری زنی تو سینان کو، آن به شرف بیویجان خانه ای من را ویران کرد. اپا یارزو بسیارم زیبا بوده است. تشکری زیاد نمیدونم چی گویم. هیچ گپ نی نوربانو، اکنون تو دختری کلان شده. بابا باید گپ زدم، شاید برایت ماشین خرد. باوریم نمیآید. بلا حرف نزن، بو باید میفهمم. مازه سورپریز گم میشود. انا الپرین جان، انا اینش از آنی دوست. آیا معقول نشد؟ من کودک نیستم که با ماشینچه پولدار بازی کنم. میدانی که بابایت برای این چقدر پول صرف کرده است؟ شما با پول حرام اینها رو خریدید.
دیوانگی و احمقی نکن. چه میگوید؟ تو ما را میگویی؟ البرین دمت رو گیر. از حد نگذاران کودک. کودک دو روزه به من چنین گم میزنی؟ سینان جان التماس. آقای سینان، چنگ گفتنی شخص شما رو دیدن میخواهد. حالا در نزد در است. چنگ؟ او کیست؟ نمیدونم جناب. گفت که بسیار کاری ضرور است. پس رو به درون جیغزن. خوب شده است. بچه ها کنی شما به اتاق روید. میلش. با دقت شو جانکر. تو کیستی؟ چی میخواهی؟ تو کیستی؟ چی میخواهی؟ جناب من از شرکت فیلم براری بیندنیز میباشم. به من چی؟ یک فیلمی نو برآمده است. گفتم که پیش از کینوتئاتر شما میدیدید. یا خدای توبه توبه. برادر تو دیوانه شده ای. چگونه فیلم رو میگویی؟ خانم اپا در این فیلم همه چیز هست. جنایت، کشتار، تهمت، اغوا، چیزی که میجوید وجود دارد. تا به این درجه است. مرا گوش کن. چنگ هستی، منگ هستی. کسی نباشی آدم بر این گپ زن. نباشد از خانم رو. در این سحر مرا عصبانی نکن. موضوع فیلم این هست امک. عمر گفتنی یک مرد در شرکت نقلیاتی کار میکرد. این مرد را کسی کشته است. اما جنایت در گردن نجیب پلیس میباشد. شخصانی که این کار را عملی کردن از کامراهای دکان آنجا بوده بیخبر بودند. انا همین خیل بودم امک. تو پدری زن ما را از کجا میشناسی؟ اکا در وقتش من راننده آن بیشرف بودم. یک روز مقامات گروه نشأمندی ماشین ما را مند کردند. چیکار میکنید؟ گفتم که بسکهایشان در آمده از ماشین من آن بناموس 4 کیلو گرین پرداخته است. میفهمی؟ آیا تو از این بیخبر بودی؟ بیخبر بودم اکا. قسم میخورم که بیخبر بودم. من بچه های محله ایوب میباشم. با این خیل عمل ها سر کار نمیکنم. بعد چی؟ بعد آمد ماشین از آن او بود. میدانست که با او جزا میدهند. عجایب ترسید. با من گفت که گناه را با گردنم گیرم. من چاره تو رو میبینم، فرزندانت را هم نگاه میکنم، فلان قدر پول میدهم. گفت به حق خدا. پس چرا شکایت نکردی؟ اثر دارم، احتیاج به پول داشتم، پس چیکار میکردم؟ من هم راضی شدم، گناه را با سرم گرفتم. گفتم که او به این کار یگان علاقه ندارد. و تو به محبس در اومدی؟ دیگر هیچ کس از تو پرسان نشده است؟ همین خیل فرزندانم پریشان شدن. منی احمق عقل خالدی را میشود. این خیل نگو. این سخن اهل دوزخ می باشد. اگر عقل حاضر هم میشد گفته. سینان حالا هم با این عمل ها سر کار میگیرد. اکا آیا بس میکند؟ تون پول مییابد. باز با پیکاس شریک است. واهی مکرده میگردد. رئیسی اساسی او میباشد. من این سینان را بسیار خوب میدانم، بسیار خوب. اما کسی ما را دیگر جدی گمان نمیکند. من گوش میکنم. تو باید به من دلیل صحیح دهی. آیا داده میتوانی؟ البته میدهم. تا حال در آنجا یک رفیق راننده دارم. باز تلفن را میبینم. فهما. تو زودتر با او در علاقه شو. کنه بین یگان خبر رو فهمیده میتواند. نه پس این فیلم چه خیلی تمام میشود؟ راستی گپ 2 فیلم تیار کردند. یک تایش در نوار و نشر در تلویزیون و روزنامه ها میبراید. دیگرش تازه کرده نمی شود. یعنی که از دست پلیس کاری نمی آید. خاتمه این فیلم با خرسندی تمام می شود. چقدر پول می خواهند؟
راستیگه فیلم $50,000 می باشد، اما ما که در حدود ترکیه می باشیم 50,000 لیره ترکی می خواهیم. نسخه اصلیش چقدر پول می شود؟ این مبلغ همش را در بر می گیرد، دیسک و دیگر نوارا. با این فیلم خیلی مرا ظاهر نموده. پیشنهادی پولی معقول است. من هم دیدن می خواهم. گیرید، البته گیرید. این رو با کی گویم؟ اکای نیازی. ها بله. کنیست؟ باز می گریزی البرین؟ چقدر گریختن اپا؟ دستم رو رها کن. سرده. نه باز به نزد دادم می روی ها؟ ای مرا گوش کن. هر وقت که می خواهی به نزد دادم رفته او را دیده نمی توانی. اپا دود نزن، کمی آهسته گپ زن. به یگونجا نمی روی. به درون گذر. ای بسیار مهم است. اگر بسیار مهم باشه به من کنی فهمون؟ اگر با تو فهمونم به من باور نمیکنی. به درون درو. به درون درو. سرده اپا. آیا چه قبول میکند؟ متاسفانه پولی نقد بهتر است. مایلش جانم، اما اینقدر پول در جوزان نمیگنجد. تو سراغت رو ده، من به خونه‌ات میارم. مرحمت خانم. همه اشیاهای الکترونی رو تعمیر میکنیم. منتظرم خانم. مایلش ما میاییم. تو حالا پنهان شو. تا دیدن. شیر بچه هم وقتی حرکت کردنت آمد 10 دقیقه موند. باید کنج مساعد بیرو. سیم گل فشار کنی رو تیار کن. من به بیرون میبرویم. مالش دیر نکن. لبای آقای مسر. باشد آقای مسر. کمی دیگر من بعد یک لحظه در آنجا میشویم. آقای مظهر بود؟ چی گفت؟ روی خط رو به جزیره روان کردند. با روی خطی رد شده مقایسه میکنند. فهمیدم. ما هم کمتر پس میرسیم. به هر حال آنها از این کار باخبرند. ما نباید اندیشه کنیم. انشاءالله که همین خیلی ثابت. انشاءالله. انشاءالله. کار خوب می رود شیرکی من. هدف روی به حل کار رفته ایستاده است. همه را بسیار خوب می بینیم. تو تنها گوشک را خوب گوش کن. در همه جا کامیراها میگوشند. چون من با پیش روم که مرا نبینند؟ منتظر نشو. در آنجا یک رفیق با تجربه ما هست. کامیراها را پیشگیری میکند. تو آرام شو. کسی یگان چیز را نمیفهمد.
зане ки раиси ҳизб ҳаст бо ҷумъа байкан алоқа кардааст. ҷумъа бошад бо одамонаш тамоми қувваашонро дар кӯҳистон барои ҷанг кардан сарф карда истоданд. ҷумъа бо он раисаи сиёсатмадор зуд дар дохук вомехӯранд. вақти ҳавои тоза гирифтан расид. як мактуби махфӣ омадааст. махфӣ? аз посбонҳо салих башоглу дарҳол хостаанд ки ҳуҷҷаташро назорат кунад. барои чӣ лозим аст? به این هم وقتی درآمد نظارت نکردم. بله، اما این خبر از استخبارات مخصوص آمده است. وقتی که آنها این را خواستند معلوم که مسئله جدی است. با قماندان خبر میدهیم. است. چی گپ است؟ چیکار میکنی؟ آنا بین میرود. راهگرد در حال پیشروی او را میگیریم. ای قماندان؟ با تلفن خبر میدیم. با کجا می روید؟ بیا رفتیم. زودتر این کار رو تمام کن. تو در جای نیست. با شما چی شده است؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ او رو گرفته ببرید. چی گفت شد پیکاز؟ دستگیر شد. وای، همه عملیات هایمان برباد رفت. این آدمی ما نیست. لباسهایش را عوض کرده است. او را گرفته برید. مرا سر دهید بگویم. راهگرد رفتیم. شیطانی نابکار، لعنت به این خیرکار. تمام شدیم، محو شدیم. کمی دیگرش مونده بود. احمق، دیوانه. برای چی اینقدر آرامی پیکاز؟ عملهای چندین ماهت برباد رفت. ایسکنی کایامینیک در حال رو افتاده نشو. ایس کارو نو سر میکنیم. انا تماشا کن. من تماشا کن. تو کیستی؟ و در اون چه در آمدی؟ تو را با اینجا کی روان کرد؟ گفزن به تو میگویم نمیشنوی؟ او را به نظارت خانه ببرید. با دقت باشید به خودش ضرر نرساند. ببرید. شما او را ببرید. من نوارهای کامera را تفتیش میکنم.
گوش میکنم. مردان رو دستگیر کردن. پیشگیری کردم اما نتیجه نداد. این کی باشه با؟ نمیدونم. برای عملیات رو زیر خطر نماندن مجبور شدم که او رو دستگیر کنم. خوب کردی. حالا آدم های در جزیره بوده فکر میکنن که خطر رو پس سر کردن. به نقشه بی میگذاریم. اکنون این طرفش کاری توست. مایلش بعد از تنفسش کار رو حل میکنم. باز چی میکنی؟ سیم در دستم میباشد. کنی کاری تو رو بنیم شیر بچه. چی شد؟ هیچ چیز رو نفهمیدم. به شما گفته بودم که حاضی سر میشود همیکل نه؟ و در اون دو آدم را در آورده بودیم. بردن نفره بود که او را با آسانی میشناختند. وای وای وای، تو در اون شخص دیگر رو آماده کردی؟ کوشش کردم اما نشد. در درون آدم خود را آماده کردن امکان پذیر است. پس با کدام راه کردی؟ یک شخصی بیرون بوده را مثل پاسبانی درون کرده بودیم. تو با کجا ترقی کردن تیپ را باور نمی کنی که یمینیک؟ جراحی پوست روی را باشد هرگز باور نمی کنی. پیکاس، این کاری تو با عقل من آمده بود. هیچ آفرین. این اشباز از کجا بر اومد؟ لیلا، دیدی نقشه گفته انا این را میگویم. نقشه خیلی عالی. اکای نیوزی الپریان انیق چی رو شنیده است؟ به خانه‌شان یک شخص آمده است. در نزدیکی ها دکانی دارد. چیزی را به نوار گرفته است که نمیدونم. با هیجان فهمون یگان چیز رو نفهمیدم. از کجا جسدی او رو یافته است؟ من هم کوشش کرده ایستادم که آن رو به خاطر بیارم. گوش کن، شاید در همین جا بودنشان در کاره. دکانی چی بود است؟ دکان تعمیر اشیاءهای برقی. شما را اینقدر زود انتظار نبودم. پولهایت تیار؟ ثبت حقیقی رو میدهی؟ آیا میتوانم پول را بینم؟ نشان ده. در اینجا پول نیست. ای بچه، یک دقیقه نگاه کن. نباید. در همینجا یک دکانی تلویزیون تعمیر کن بوده است. مکانش رو میدونی؟ از اینجا به طرف چپ میگردید، باز به چپ میگردید، از پیشتون میبراید. تشکر. مایلش نمیارزد. یاری دهید شاهرم در اون مون. یاری دهید این نیازی دارید رو چی دار شده است؟ این همون دکانی که ما میکنیم. کنی اکر زودتر گزوزه کنیم. Toprak der munde der. یک تلویزیون. حالا مرا گوش کنید. برای گزیته های فردا مقاله صحیفه اول رو تیار کرد. کنی بینیم باز چی دروغ تیار کرده. اگر عملیات رو خوب تصویر نکرده باشی مرا تو شکسته میکنی. این خیل مقدمه چه خیل است؟ حرام مرده رفت. اگر این را دوستان گروه تروریستی خوانند دیوانه میشوند. دیوانه. بسیار فتنه انگیز است. تمام نشده است.
کمی هم ترس دادن در کار. این خله صدای جنگ شهروندی میبراید. اینش چه؟ مکمل است. بیا مینیک بیا. آقای مظهر مرا گوش کنید. کوتاهی گپم این که در درون غیر از پیکاس و بردن یک کسی دیگر هم هست. با دقت باشید. چی میگویی لیلا؟ که بودنش را میدانی؟ نه باید خاموش کنم. خیر سلام، ما از تشکیلات مخصوص می باشیم. با کلانهای شما از آمدن ما خبر دادند. با ما این خیل خبری نامده است؟ چه خیل نامده است؟ مگر برخی نفرستادند؟ یگان حادثه رخ داده است. شخص با درون مخفی در آمده است اما او را دستگیر کردیم. آها بسیار خوب. آن شخص رو باید با ما سپارید. یک دقیقه انتظار شوید خبر دهم. الو قماندان از استخبارات مخصوص آدم‌ها اومدند. به جزیره رسیدید؟ بله جناب. تروریست را دستگیر کردند. کمی پس ما او را به اختیار خود می‌داریم. یگید مرا خوب گوش کن. پیکاس باز یک آدمی دیگر را به درون در آورده است. یک آدمی دیگر؟ شخص دیگر شاید برای آواره کردن باشد یا اینکه شاید نقشه پی باشد. هوشیار شوید. اون آدم برای حرکت کردن آماده است. خوب شده جناب. صاحب در درون باز یک شخص دیگر بوده. تو چی ها میگویی؟ ما باید حتما به درون درآییم. ایستید، این خیل به درون در آمدن نمیتواند. ایستید. چقدر استخبارات بوده است؟ آنها را باز دار. من به آنجا می آیم. بانگ خطر چه شده باشد؟ ایستید بگویم. دوید آنها را دستگیر کنه. در دست بودگی چیز؟ تو کستی؟ یاری دهید. یاری دهید. مرا میکشم. یاری دهید. میشونم. در را کشا. در را کشا. وعده میدیم که تو را بسیار عذاب نمیدیم. با دادم رسید. در کجا بودنی حجره او را میدانی؟ بله میدانم. مرا میکشم. یاری دهید. میشونم. از آن طرف میآید. التماس میکنم. یاری دهید. آخر مرا میکشم. یاری دهید. عسکران آمدند. راه گردابید. دوید اینجا محکم است. آنها را زودتر باز داره. تا حال یگان خبر ناماده است. انتظار میشویم. کمی دیگر انتظار میشویم. این کار را تمام کند. خواطر نشوید آقای مینیک. من به نقشه های پیکاس باوری کامل دارم. مرا نمیشونم. یا شما زبانی نکرده. مرا میکشم داخل. یاری دهید. ایستا. ایستا. نکن. ایستا. آرام شو. هرگز این کارو نکن. آرام شو. آرام باش. التجا میکنم نکن. ایستا خیر. نکن.
زیستو نکن. همه‌اش همین قدر دیر ماندید رفیقان. ثابت چرا این کردی ثابت؟ ثابت در اینجا چی گپ هست؟ شما ما را نمیکشید؟ همین خیلی نمیکشید آخی نه؟ اکی ثابت میمورم میگید طاقت کن درحال از مردن گپ نسال. گمان نمیکنم انسان پیش از مردنش مرگ رو حس میکند. در حیاتم اینقدر راحت نبودم. مگر این کاری کردن ارزنده بود؟ برای وطنم ارزنده بودیگید. برای این وطن هر کاری که کنیم می ارزد. ثابت اکی ثابت جون حرکت نکن. سلاحت را پرتو. بینندگان عزیز توجه نمایید به این خبری سه‌سالی. روغن تازه سه‌سالی برکت پیشنهادی خریداران گردید. این روغن با تکنولوژی جدید از بهترین پنبه‌دانه پخته آماده گشته صفت بلند غذانوکی دارد. استفاده آن در تمام نمود طعام‌ها کفالت لذت بوده هنرمندی آشپزان و کدبانوان را دوچار می‌گرداند. خوش‌طعمی در برکت است. روغن برکت را از مرکزهای سودا خریداری نمایید. تلفن ها برای خریداری یک لوح و چکنه 918 88 44 99 918 46 85 96 48 701 01 روغن برکت در خانه هم آسانی میبخشد. روغن برکت دسترخوانی ما به شما.
шифоёбӣ эҳсоси гуворое барои ҷисмро ҳаст ва муҳим аст ки шумо беморро бо усули комилан бехавф ва муосир табобат кунед. Маркази тиббии табобати чинӣ ҳамин гуна усулҳои анъанавӣ ва муосирро барои шифоёбиятон пешниҳод мекунад. сӯзанзании чинӣ, гиёҳдармонӣ, табобати маризиҳои қалб, фишори хун, пӯст, амрози занона, гӯш ва бинӣ, бемориҳои урологӣ, узвҳои даруна, сутумуҳра ва амсоли ин акнун дар як марказ берӯзи истироҳат барои шумо пешниҳод мегардад. акнун шумо имкон доред ки бо истифодаи таҷҳизоти муосир аз санги гурда бе кадом ҷарроҳӣ ва изи он халос шавед. суроға шаҳри душанбе, маҳаллаи 65, кӯчаи фирдавси 8. маркази табобати чинӣ. шифоёбӣ инҷо арзону осон аст.